سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید. امروز میخوام 4 کتاب طنز معرفی بکنم که یه مقداری روحیه‌مون توی این اوضاع بهتر بشه. ادبیات طنز تو کشور ما هنوز اونقدر جا نیفتاده و کتابای طنز به نسبت ژانرهای دیگه به تعداد کمتری چاپ میشه. حالا من تو این ویدیو میخوام یه حالت معرفی و در واقع باز کردن یه مسیر آشنایی برای کتابای طنز خوب و پرفروش در ژانرهای مختلف باز بکنم. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب اینجا بدون مرد نوشته خانم منازاره هستش. یه مقدمه کوتاهی در مورد نویسنده میگم. خانم منازاره متولد 1369 در تهران هستند. من با نوشته های ایشون از طریق روزنامه بیقانون و شهرونگ که هر دو دیگه چاپ نمیشن آشنا شدم. آدرس پیج اینستاگرامشونم میذارم توی دیسکریپشن ویدیوهای جالبی دارن، هم توی اینستاگرام و هم نوشته های خیلی جالبی دارن توی صفحهشون. 2 کتاب چاپ کردن خانم زاره تا الان، هر دو در نشر چشمه. عنوان اولی هست چگونه با مادرت آشنا شدم و عنوان دومی که ما امروز میخوایم بهش بپردازیم هست اینجا بدون مرد. من این کتاب رو توی فیدیبو خوندم و واقعا از خوندنش لذت بردم، یعنی نمیتونستم بذارمش زمین و خدا میکردم که زود تموم نشه. خیلی به نظرم روایت خوبی از یک داستان زنانه است و خیلی هم خوب کلیشه های جنسی درباره زنان به چالش کشیده شده توی این کتاب، یعنی یه جورایی طنز فمینیستی محسوب میشه. خط داستانیش بدون اسپویل کردن اینه که یک ویروسی میاد که باعث میشه همه مردهای کره زمین از بین برن. خب ایده خیلی جالبه و این وسط 3 خانوم هستن که در واقع همسرانشون هنوز از بین نرفتن. همسرانشون یا حالا در واقع پارتنرشون، شیرین، آیدا و میترا، و هر چپتر کتاب، هر فصل کتاب از دیدگاه یکی از این خانوم هست و یه جایی هم اینا خط زندگیشون با هم دیگه کراس میکنه، با هم در واقع روبرو میشن و هر کدومشون توی موقعیت‌های مختلف دارن. یکیشون یک مادر 2 نوجوانه، یکیشون تازه ازدواج کرده، نسبتاً تازه ازدواج کرده، و یکیشون هم یه خانومیه که در واقع درگیر ماجراهای عشقی مختلفه و به نظر من هر کسی که کتابو میخونه یه جوری به نحوی میتونه همزاد پنداری کنه با یکی از کاراکترها. من یه بخشی از کتابو براتون میخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد. فرهاد گفت که ازدواجمان ایده جالبی به نظرش میومد، اما ازم خواستگاری نکرد. تقریبا 1 ماه بعد بود که ساعت 3 صبح زنگ زد و گفت 2 هفته است روی در یخچالشون زده که از من خواستگاری کنه، ولی هر وقت چشمش بهش میفته من دم دست نیستم و قضیه عقب میفته. به خاطر همین بهتر فردا صبح یادش بندازم که از من خواستگاری کنه. انگار مأموریت فرهاد تو زندگیم همین بود که بفهمم رویاها و فانتزیام قرار نیست به وقوع بپیونده. فکر کنم مأموریت خیلی از آقایونه. عجیب این که با این مأموریتش، با همه پرتیش تو این دنیا و بیخاصیتیش، فکر میکنم اگه نباشه دیگه نمیتونم به همه اتفاقات دنیا بخندم. ته دلم به این قرصه که فرهاد با کمال بیخیالی تو خونه منتظرمه تا در برابر همه دیوانگی ها و خرابکاریام خمیازه‌ای بکشه و بگم حالا یه چای بخوریم بعد حرف میزنیم. من این دیگه از کتاب خیلی دوست داشتم. خیلی بخشای خنده‌دار دیگه ای داره که توصیه میکنم که حتما خودتون بخونید تا براتون ملموس تر باشه. کتاب دومی که میخوام معرفی کنم عنوانش هست مورد عجیب بلع اشیاء ضروری. عنوان خیلی طولانیه میدونم. نوشته آقای جابر حسین زاده، چاپ نشر چشمه. مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه هستش که اکثرا از زبان اول شخصه و بعضیشون یه تم طنز سیاه داره یه ذره. ایشون 3 کتاب منتشر شده دیگه هم دارن که همه مایه های طنز دارن. عنوان طولانی کتاب از یکی از داستان‌های این مجموعه میاد که داستان یه کودک 2-3 ساله‌ایه
که دوست داره وسایل عجیب غریب مثل واشر، مثل پیچ و مهره بخوره و بعد این داستان این ویژگی شاخ و برگ پیدا میکنه و خلاصه ابعاد طنز مختلفی پیدا میکنه. خیلی بامزه است. من یه قسمت از یکی از داستاناشو در عنوان داستان اولشه، داستان اولش به عنوان هیپ هاپ براتون میخونم. آدمیزاد باید همیشه به محدودیت‌هاش آگاه باشه و بعد ناگهان همه محدودیت‌هاش رو کنار بزنه و بره همون کاریو بکنه که محیط و ژن و فیزیک و فروید منعش کردن. این رو پدر بزرگ مرحومم نمیگفت. چیزی هم نیست که جایی خونده باشم. از حرفای ناگفته گربه خونگی محسوب میشه. اینو میشه از چشماش خوند. وقتی با سر شیرجه میره سمت شیشه پنجره همیشه بسته آشپزخونه تا کبوتری رو شکار کنه که 20 متر اون طرفتر لبه پشت بوم همسایه نشسته. با خودش فکر نمیکنه این کارا دیگه از من گذشته، من نسل سوخته شدم، تقدیرم همینه که صبح تا شب لم بدم پشت پنجره. خلاصه کاری نداره، غریزه‌شو زنده نگه میداره و میره دنبال چیزی که میخواد. اون وقت ما حتی جرئت نداریم توی مترو با صدای بلند بخندیم. کارمون هم شده بقیه رو مسخره کنیم وقتی میخوان علیه محدودیت هاشون شورش کنن. مثلا چه ایرادی داره دخترای نوجوان چاق و زشت و عصبی برن دنبال مدلینگ؟ یا اساسا چه ایرادی داره یه مرد 37 ساله زن و بچه داره کمرو و توپل و پرمو و حساس و با آرتروز گردن و دیسک کمر و مبتلا به سندروم غریب شلوول بودن مثل من بره ثبت نام کلاس رقص هیپ هاپ، لای 10-12 نوجوان تر و فرس بر بخوره و خلاصه اینا چیزاییه که آدم میتونه از طبیعت اطرافش یاد بگیره، مثلا از گربه های خونگیش. کتاب سومی که میخوام معرفی کنم نسخه فیزیکیشو دارم، کتاب مردم در قفس هستش، طنز نوشته های از نویسنده های سراسر جهان، ترجمه آقای حسین یعقوبی، چاپ نشر مروارید. طرح جلدش هم کار آقای فرشید مصفالی هستش که یکی از معروف‌ترین گرافیست های ایران هستن. این کتاب یه جورایی طنز سیاسی محسوب میشه و با وجود اینکه هیچ کدوم از این نویسنده ها ایرانی نیستن ولی من با خیلی از داستاناش همزاد پنداری کردم. برخلاف 2 کتاب قبلی که معرفی کردم که اولی اینجا بدون مرد یه جورای طنز فمینیستی بود و دومی مجموعه داستان کوتاه طنز بود، این کتاب بعد اجتماعی و سیاسیش برجسته تره و تفاوتش با اون 2 دیگه اینه که عبارتهای طنز نیستش که در واقع داستان رو خنده‌دار میکنه، بلکه کل مجموعه، کل داستان، موقعیت طنز که کاراکتر توش قرار میگیره باعث خنده میشه و خب این در واقع یه تفاوت بارز طنز ما در ایران و طنز در واقع جامعه جهانی و دنیاست. بیشتر توی کشورهای حالا غربی طنز موقعیت چیزیه که مردم میخندونه، ولی ما توی کشورمون بیشتر مثلا به عبارتهای خنده‌دار، تکه کلام‌های خنده‌دار میخندیم و جذبش میشیم. خلاصه که این کتاب برای من خیلی جذاب بود از این نظر که اولا داستانهای کوتاهی بود که خیلی زود میشد خوند و تمومش کرد و از طرف دیگه اینکه علاوه بر داستان کوتاه یک سری نمایشنامه هم در انتهای کتاب هستش، یعنی مجموعه از داستان کوتاه و نمایشنامه هستش. من خودم شخصا این حالت ترکیب اینا رو توی یک کتاب تا حالا ندیده بودم. اکثرا کتابا خب مجموعه داستان کوتاه طنز هستن. آقای حسین یعقوبی از نویسنده ها و مترجمای بسیار پرکار ایران هستند. خیلی خیلی قلم طنز و جذابی دارن، خیلی شیوا می نویسن. من از چلچراغ و نوشته هاشون آشنا شدم و همینجوری فن همه کتاباشون هستم. 2 کتاب دیگه ازشون دارم که در واقع حالا توی یه ویدیو دیگه ایشالله معرفی میکنم، خرمگس و زن ستیز که مجموعه داستان‌های طنز ترجمه هست، کار نشر مروارید، و تهران دنیا تمام وقت که کار تألیفی هستش، کار نشر چشمه و یه جورایی طنز سیاه ویچی، یه جورایی
توأم با جادوگری و خرافه و چیزای خیلی زمینه‌ای خیلی جالب و جدیدیه. من خیلی از خوندن این کتاب لذت بردم و از کتابایی بود که دوست نداشتم تموم بشه و این در واقع نوشته خودشون هست، یه رمان کوتاه هستش. بعد دیگه براتون بگم که ایشون چند تا از آثار وودی آلن هم ترجمه کردن و به طور کلی هر سبکی رو توی زمینه طنز شما بگین، از نمایشنامه، از داستان کوتاه هستش، ایشون در واقع توش قلم فرسایی کردن، خصوصا کتابای طنز سیاسی. و خوندن این کتاب رو من به شدت بهتون توصیه میکنم. آخرین کتابی که میخوام معرفی بکنم عنوانش از تاریخ مرتضوی، نوشته آقای مهرشاد مرتضوی، چاپ نشر خانه کاغذی. آقای مرتضوی متولد 1369 در تهران هستن و الان در روم ایتالیا مشغول به تحصیل هستن. آدرس پیج اینستاگرامشون هم اینجا براتون تو دیسکریپشن ویدیو میذارم، چون نوشته های طنز زیاد میذارن، کلا فعال هستن تو اینستاگرام و طنز سیاسی خیلی غالب نوشته هاشون هستش. این کتاب مجموعی از 20 داستان کوتاه طنزه که وقایع تاریخی یا اسطوره‌ای یک کشور رو دستمایه طنز قرار داده. وقتی که لیستش رو نگاه کنیم بسیاری از کشورها مثل ترکیه، یونان، مصر، آمریکا و در آخر ایران لیست شدن و هر کدوم یه در واقع ساب تایتل کوچیک هم دارن. مثلا ایران عنوان فصلش هست آخر شاهنامه. من مقدمش رو براتون میخونم چون به نظرم ایده چاپ این کتاب توی مقدمش اومده. تاریخ به میلیاردها شکل مختلف ممکن بود اتفاق بیفتد. هر تلنگر کوچکی میتوانست مسیر زندگی انسان روی زمین را به طور کلی دستخوش تغییر کند. بنابراین تخیل را میتوان واقعیتی دانست که فقط در این مسیر تاریخی رخ نداده است. پس به داستانهای خیالی کمی جدی‌تر فکر کنید، چون ممکن بود واقعا اتفاق بیفتد. امیدوارم که از خوندن این 4 کتاب طنز لذت ببرید، دلتون شاد بشه. تا ویدئوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.